اسم سوار جدید آپلود شد. امروز قراره اسم سوار جدید رو تست کنیم و ایراداتش رو بگیریم. این 3 تا عکس رو هاسکرین گیمز فرستاده و توی عکس اول معلومه که چراغای پلاک این ماشین روشنه و همینطور چراغای پلاک این پژو. خب و حالا وقتی داخل این پژو رو میبینیم، پژو GLX یا SLX، خب ما میبینیم که بله دیگه پژو GLX. چرا؟ چون وقتی توی این عکس میبینیم که آینه بغل های یکیه و حالا من اومدم نصبش کردم و تستش کنم ببینم آیا واقعیه. همونطور که میبینیم پژو 405 GLX داشبوردش از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم تو کرم نیست و توش سیاهه. حالا بریم که چراغ پلاک رو تست کنیم. خب یه پلاک عادی میذاریم. خب حالا بریم شروع، اینجا مپ اصلی و یکم ثبت میکنیم. خب حالا روشن کنیم ماشینو. این از پلاک ما و چراغ. اول راهنما بزنیم. کیفیت راهنما کمی زیاد شده و اینم از چراغ. کیفیت چراغ هم زیادتره، بهتر شده و الان من چراغ رو روشن کردم و هیچ چراغ پلاکی نمیبینم. شما ببینید بگید.